درود به مدرسه سیاست و قسمت دیگه از پروژه کارشناسی سیاست خوش اومدید. آدم‌ها از سر بیکاری یا شاید هم برای سرگرمی و گاه البته برای نیاز و ضرورت خودشون تصمیم میگیرن که تحلیل سیاسی ارائه بدن یا تحلیل سیاسی دیگران رو بشنون، ببینن، گوش بدن، بخونن و میتونم بگم که به گمانم یکی از شایع‌ترین آسیب‌های این تحلیل‌های سیاسی که میتونه در رسانه‌های داخلی و خارجی، شبکه‌های اجتماعی مجازی باشه، میتونه توسط افراد تحصیل کرده و تحصیل نکرده باشه، اینه که داده ها رو به صورت شلخته، پراکنده و گاه بی ربط به همدیگه به کار میبرن. حتی اطلاعات خام و توصیفی رو بدون نظم خاصی به کار میبرن، در حالی که یکی از ویژگی های اساسی تحلیل های سیاسی علمی، یعنی مثلا کلا کار علمی درباره سیاست و البته کار علمی در حوزه‌های دیگه، اینه که ما نظم نظری داشته باشیم. نظم نظری داشتن یکی از ویژگی هایی که کار علمی رو از کار غیر علمی متمایز میکنه، متفاوت میکنه. خب برای اینکه اطلاعات رو، داده ها رو و اون نگاه انتقادی به داده ها رو، اون تفسیری که از داده ها میشه رو بتونیم منظمتر به کار ببندیم و تحلیل عمیق‌تری ارائه بدیم و همچنین البته تحلیل ها رو، ارزش هاشون رو بهتر بفهمیم، بهتر بسنجیم، اینه که بیایم 3 سطح خیلی کلی از هم تفکیک بکنیم درباره پدیده‌های سیاسی، درباره موضوعات سیاسی که میتونه حالا به صورت افقی یا عمودی باشه. من نظرم اینه که بالا به پایین قضیه رو ببینید یا پایین به بالا. من میخوام از اولین سطح شروع بکنم به نام سطح فروملی، یعنی از پایین. ببینید، سطح فروملی در تحلیل سیاسی به این معنیه که ما در داخل مرزهای یک کشور نگاه میکنیم ببینیم بازیگران، سازمانها، نهادها و فرایندها چی میگن. آیا اینها به سمت و سوی خاصی هستند؟ آیا پدیده مورد نظر رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن؟ مثلا انتخابات یک کشور رو در نظر بگیرید. وقتی که سطح تحلیل ما فروملیه، یعنی داریم انتخابات رو در درون جریانی از احزاب، بازیگرانی که رهبران سیاسی این احزاب هستن یا حتی نیروهایی که سازماندهی هم ندارن. یعنی نکته خیلی مهم اینه که خیلی بازیگران به ویژه در کشورهایی که ممکنه که خیلی افکار عمومی نسبت به سیاست حساس باشه، خب خارج از سازمان‌های سیاسی قرار دارن. مثلا در ایران، در کشور خودمون، خیلی از افرادی که روی سیاست تاثیر میذارن، روی افکار عمومی تاثیر میذارن، خارج از احزاب هستن، خارج از جریان‌های رسمی سیاسی هستن و شما میتونید حتی خرده فرهنگ ها رو ببینید که شخص خاصی هم نیستن، جدا از اینکه سازمان ندارن، شخص خاصی هم نیستن، ولی خب در مجموع همه اینها، چه سازمان ها، چه نهادها، چه خود بازیگران، منظور اشخاص، چه فرایندها که ربطی به شخص خاصی ندارن، مثلا سازوکارهایی هستن دیگه، مکانیزمایی هستن که میتونن قانونی باشن، غیر قانونی باشن، رسم باشن، رسوم باشن، میتونن مناسک مذهبی باشن. اینها وقتی که در داخل مرزهای کشور و پایین‌تر از سطح دولت مرکزی، حکومت مرکزی و قوای رسمی قدرت قرار دارن، اینا میگیم سطح فروملی. وقتی که در مورد انتخابات بحث میکنیم، طبیعتاً صحبت کردن در مورد یک خرده فرهنگ، یک فرایند، یک رسم، یک جامعه کوچک روستایی، شهری یا چیزهایی مثل این. حتی صحبت از زنان، با اینکه نیمی از جمعیت کشور هستن، ولی بحث فروملیه، نه ملی. اما وقتی که داریم درباره بازیگران، سازمانها، نهادها و البته فرایندهایی صحبت میکنیم که در سطح خود دولت ملتن، در سطح کشورن و شامل حال همه اعضای جامعه میشن، داریم از سطح ملی صحبت میکنیم. اینجا یک نکته دیگه هم وجود داره که میتونه توضیح دهنده تفاوتش با سطح فروملی هم باشه. اونم اینه که اگر اون سازمان ها و نهادها مثل مجلس قانونگذاری، مثل قوه مجریه شامل حال همه بشن یا
بتونیم بگیم روی همه تاثیر بذارن، خب اینا تو سطح ملی قرار میگیرن. ولی اگه کشوری فدرال باشه، فدراسیون باشه و چیزهایی مثل این، یا یه دولت‌های محلی داشته باشه در همون قالب تک‌ساحتی، یعنی فدرال نیست ولی یک شهرداری هایی داره، مثلا مثل ترکیه که اختیارات زیادی دارن، خب در این شرایط هم میتونیم بگیم که صحبت کردن از اون شهرداری ها، صحبت کردن از اون دولت های ایالتی، دولت های غیر مرکزی، صحبت فروملیه، یعنی سطح تحلیل فروملیه. ولی وقتی که داریم در مورد قوه مجریه و قوه قانونگذاری در سطح کشور صحبت میکنیم، سطح تحلیل ملیه. پس اینو مد نظر توجه قرار بدید که همه اعضای یا همه اجزای نهاد حکومت لزوما ملی نیست. سطح تحلیل میتونه فروملی باشه، بستگی داره که کلیت جامعه رو تحت تاثیر قرار میده یا نه. ولی در مجموع معمولا احزاب و دولت‌های محلی، اشخاص سطح فروملی هستن، مگر اینکه رئیس جمهور باشن و اون جایگاه حقوقی رو داشته باشن، مثلا پادشاه باشن، یعنی فارغ از نامشون، فارغ از اینکه کی هستن، مثلا چرچیل باشه، ولی وقتی که نخست وزیره بازیگری در سطح ملی، وقتی که یک عضو پارلمان باشه بازیگری در سطح ملی محسوب نمیشه در تحلیل سیاسی. و سطح سوم، چون من از پایین به بالا میرم دیگه، سطح سوم یعنی بالاترین سطح فراملیه. پس ما تا الان داریم فروملی، ملی و فراملی. فراملی خب خیلی روشن‌تره دیگه نسبت به دو سطح دیگه، مرزش خیلی مشخص تره. وقتی که داریم در مورد بازیگران، سازمان‌ها، نهادها و فرایندها فراتر از مرزهای کشور، فراتر از مرزهای یک دولت ملت صحبت می‌کنیم، داریم تحلیل در سطح فراملی ارائه میدیم. مثلا وقتی که در مورد انتخابات صحبت می‌کنیم، اگر بریم سراغ روابط کشورهای دیگه با کشور خودمون و انتخابات کشور خودمون رو تحلیل بکنیم، داریم در سطح فراملی فکر میکنیم نه فروملی. با اینکه انتخابات ممکنه مثلا اگه انتخابات پارلمان یا انتخابات ریاست جمهوری رو مد نظر قرار بدید، یک فرایندیه در سطح تحلیل ملی، ولی چون دارید به اون بازیگرها، اون نهادها، مثلا سازمان ملل اشاره میکنید، اونا تو سطح فراملی هستن. خیلی این روشن‌تره، مرزش مشخص‌تره. ولی این نکته مهم داره، اونم اینه که توجه داشته باشید لزوماً از رابطه دو یا چند دولت صحبت نمی کنیم. در سطح فراملی هم ممکنه که بحث فرایند بین‌المللی باشه. یعنی تو سطح فراملی لزوماً بازیگرهای مشخص و روشنی نیستن که اسمی هم داشته باشن. مثلا بحران مهاجرت در قرن حاضر رو مورد توجه قرار بدید، یا بحران‌های مالی که بین‌المللی هستند، یا مثلا بحث تروریسم بین‌الملل. خب یعنی منظور تروریست در سطح بین‌الملله. خب اینا پدیده هایی هستند که بین دو یا چند کشور نیست، میتونه کل جهان رو فارغ از اون بازیگران دولت ملی تحت تاثیر قرار بده و اصلا ممکنه که ما تحلیلمون کاملا فرایند محور باشه، اون فرایند و پدیده رو در قالب زمانی و کلیش ببینیم و اشاره‌ای به واحدهای دولت ملت یا کشورها نکنیم. اینجوری هم ممکنه. البته که این یک نقدی هم به دنبال خودش داره، اونم اینه که خیلی از کسایی که تو حوزه روابط بین‌الملل کار کردن فکر میکنن میگن اصلا نمیشه، که یعنی ادعاست دیگه، ادعایی که ادعای قرص و محکمی هم هستش که کلا نمیشه شما به یک پدیده جهانی بین‌المللی اشاره بکنید ولی به واحد دولت ملت در نهایت ارجاع ندید. پس ممکنه که یه جایی هم سطح فراملی به سطح ملی مرتبط بشه و این گاهی اجتناب ناپذیره طبیعتاً. ولی در کل اگه بخوایم بحث رو جمع‌بندی بکنیم، از سه نظر ما میتونیم تفاوت ببینیم بین این سه سطح.
یکی نوع بازیگرانه که خب طبیعتا میتونید کلی مثال بزنید، با مثال ذهنتون رو تمرین بدید که نوع بازیگران تو این سه سطح متفاوتن. برای اینکه بحث منسجم بشه، تحلیل شما منسجم بشه، باید به این قضیه توجه بکنید و قبل از اینکه در مورد اون موضوع یا پدیده نظر بدید، کامنتی بدید، به این فکر کنید که بازیگرای این پدیده مورد نظر بیشتر تو چه سطح از تحلیل هستن یا صرفاً تو چه سطحی از تحلیل هستن و اثر گذارن روی پدیده، یا میتونید به عرض و طول این عملیات یا عمل فکر بکنید. یعنی یه پدیده سیاسی طبیعتاً حول خودش کنش و واکنشی داره، گستره این کنش و واکنش تا چه حد هستش، این گستره هم در کنار نوع بازیگران و البته مورد سوم نوع مسئله میتونه راهگشا باشه در ارائه تحلیل. پس قبل از اینکه تحلیلی ارائه بدیم یا تحلیل رو قبول بکنیم، بیایم نگاه کنیم ببینیم که چقدر انسجام داره، چقدر منسجمه، چقدر نظم نظری داره. و اولین گام اتفاقا همینه که ببینیم که سطوح تحلیل به چه نحو هستش و آیا با هم متناقض هستن یا نه. شما هر پدیده سیاسی که نام ببرید، مثلا یه نمونه بهتون بگم، چیزی که این روزا خیلی مقادمش بحث میشه، نسل زد، که یه بحث هم جامعه شناختی، هم یک بحث فرهنگی، هم یک بحث اقتصادی، هم یک بحث سیاسی. این جنبه سیاسی هم داره دیگه، مخصوصا برای کشور ما. نسل زد خب مجموعه از افراده. یه فرد از نسل زد رو در نظر بگیرید، یک فرد میخواید اون فرد رو تحلیل بکنید، امکانش خیلی زیاده که به جنبه‌های سیاسی جهانی شدن یا جهانی سازی اشاره بکنید. یعنی اینکه دنیا مثلا میگن یک دهکده جهانیه یا یک روستای بزرگه این روزها، خب بالاخره این نکاتی درون خودش داره دیگه. یعنی حتما این سطح فراملی داره. مثلا یه فردی جذب موسیقی پاپ کره‌ای میشه یا یک فردی جذب راکن رول آمریکایی میشه، خب یه جنبه فراملیه دیگه، فراتر از اینه که ما اون فرد رو یا اون افراد یا اون گروه فرهنگی رو بگیم نه صرفاً یک گروه فروملیه. امروز در روزگار کنونی این سه سطح با همدیگه به شدت متداخل شدن. این نکته پایانی رو هم پس مد نظر قرار بدید که اون نظم نظری به نظر من بهتره که متوجه هر سه سطح باشه. البته که یه سطح ممکنه بر دو سطح دیگه تو هر پدیده، تو بررسی هر پدیده ارجحیت، برتریت داشته باشه، برتری خودش رو نشون بده که مثلا این پدیده سیاسی فروملیه یا ملیه، اما به خاطر شرایط قرن حاضر، شرایطی که داریم، طبیعتا متداخل به نظر میاد. ولی بهتره که گوینده تکیه خودش رو مشخص بکنه که بالاخره داره تو چه سطحی تحلیل صحبت میکنه. اینجاست که میبینیم سیاست میتونه به شدت یعنی پدیده های سیاسی میتونن به شدت پدیده پیچیده‌ای باشن. خیلی ممنون، امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه و تا درودی دیگر، بدرود و خرد یارتون.